این تنها یک هنرنمایی کوچک است، اما داستان بلندی دارد که نقل آن زمان زیادی لازم دارد. نقل قولی از آقای مندل، پدر علم ژنتیک دنیا، و شروعی برای مبحث تاریخچه و تأثیر ژنتیک در پزشکی. این مبحث رو قراره طی 7 عنوان در ادامه بررسی کنیم. تا قبل از قرن 17 تلاشایی که برای آشکارسازی اسرار ژنتیک صورت گرفت به خاطر عدم وجود دانش کافی و همچنین درک فرآیندهای اساسی مثل لقاح و تولید مثل با شکست‌هایی مواجه شد، تا اینکه توی قرن 17 آقای هوک و گراف اسپرم و تخمک رو تشخیص دادن. همراه با تحول علمی در قرن 18 و 19 پزشکان و دانشمندان تصمیم گرفتند تا علم وراثت رو مجدداً احیا کنند. در این بین اسم 2 دانشمند مورد توجه هست: آقای پیر د ماوپرتوئیس و آقای جوزف آدامز. آقای ماوپرتوئیس به بررسی بیماری‌های ارثی مثل انگشتان اضافی فضالی پرداخت و همچنین شجرنامه‌ها رو بررسی کرد. در این حین آقای جوزف آدامز رساله‌ای رو منتشر کرد با نام ویژگی‌های فرضی توارث بیماری‌ها که خود به عنوان اساسی برای مشاوره ژنتیک مورد توجه قرار گرفت. با عبور از مقدمه وارد مبحث مندل و قوانین وراثت میشیم. مندل شروع عصر علمی مدرن رو رقم زد و همچنین از کارهای ایشون میتونیم به کشف ژن و نحوه وراثت اون اشاره کنیم. واژه مندلی وارد اصطلاحات تخصصی به افتخار کارهای ایشون شد که به معنای الگوهای مختلف وراثت و ناهنجاری‌هایی که در اثر نقص در یک ژن واحد به وجود میاد اطلاق میشن. بر اساس آزمایشات مندل روی گیاهان 3 اصل اساسی به اثبات رسید. اولین اصل مربوط به قانون همشکلی است. به طور خلاصه در این قانون گفته میشه صفات با هم مخلوط نمیشوند و میتوانند در نسل‌های بعدی دوباره ظاهر شوند. دومین اصل مربوط به قانون تفکیک. در این قانون بیان میشه که هر فرد دارای 2 ژن برای یک صفته که هر کدوم از این صفات در هر بار تقسیم به یکی از اون گامت‌ها منتقل میشه که البته در مورد این قانون استثناءاتی هم وجود داره. اصل سوم یا قانون جور شدن مستقل بیان میکنه که اعضای جفت-ژن‌های مختلف به طور مستقل از هم جدا و به زاده‌ها منتقل میشن. البته یک سری استثناءاتی نیز درباره این قانون وجود داره، مثل ژن‌های پیوسته بر روی یک کروموزوم که تمایل دارن با هم به ارث برسن. با اینکه یک سری استثناءات قوانین مندل رو نقض میکنن، با این وجود هنوز هم قوانین مندل اساس درک علم ژنتیک هستند. موضوع بعدی که مورد بحث قرار میگیره اساس وراثت هستش. در ابتدا بنا به اساس کروموزومی وراثت بود. مسیری که به این نتیجه رسیدن به این صورت بود که در نیمه دوم قرن 19 با ابداع روش‌های رنگ‌آمیزی سیتولوژی کروموزوم‌ها قابل رؤیت شدند. و بعد از اون در اواخر دهه 1800 میلادی شکل سلول‌های انسانی در حال میتوز مشاهده شدند. و در نهایت نتیجه این مشاهدات در سال 1902 باعث ارائه تئوری اساس کروموزومی وراثت به طور مستقل توسط آقای ساتون و بووری شد. در همین اثنا در سال 1921 میلادی تعداد کروموزوم‌های انسانی توسط آقای پینتر 48 عدد معرفی شد. علت این خطا میتونه به خاطر کیفیت پایین مواد مورد استفاده در اوایل باشه. بعد از اون در سال 1956 آقای جیو و لوان تعداد صحیح کروموزوم ها رو یعنی 46 عدد اعلام کردن. البته جالب توجه اینجاست که تاریخی که تعداد صحیح کروموزوم های انسانی بیان شد 3 سال بعد از این بود که آقای واتسون و کریت ساختار دی رو کشف کردن. اما در سال 1944 تحقیقاتی که آقای اوری، مکارتی و مکلود در انستیتیوت راکفلر نیویورک انجام دادن و بر روی پنومونی کار می‌کردن اعلام کردند که دی اساس وراثت هست. نقش اساسی دی به عنوان ماده ژنتیکی توجه آقای واتسون و کریک رو برای تحقیق در مورد دی جلب کرد که نتیجه کار این 2 دانشمند در سال 1953 منجر به ارائه از ساختار دی شد که میتونست بسیاری از وقایع تولید مثل بیولوژیک رو توضیح بده. در این مسیر زحمات دانشمندانی همچون آقای ریموند گوسلینگ، موریس ویلکینز و خانم روزالین فرانکلین قابل تقدیره.
در دهه 1960 با انجام چند آزمایش بیوشیمیایی جالب، رابطه بین توالی بازهای DNA و توالی اسید آمینه‌های پروتئین که رمز ژنتیکی هست مشخص شد. تایید این کشفیات با پیدایش روش‌های تعیین توالی و ابداع فناوری DNA نوترکیب همراه شد. جالب اینجاست که اولین بیماری ژنتیکی که در سطح مولکولی تعیین شد، قبلا در سال 1957 با روش پرزحمت تعیین توالی پروتئین خالص سازی شده شناخته شده بود. این بیماری کمخونی سلول داسی شکل بود که در آن وقوع جهش توالی اسید آمینه پروتئین هموگلوبین خون رو تحت تاثیر قرار میده. در سال 1900 یافته‌های مندل مجدداً مطرح شد. تقریباً 3 گیاهشناس اروپایی به طور همزمان با نام‌های دوریس، کورنس و وونچرماک یافته‌های مندل رو مورد بررسی و مورد استناد قرار دادند و این رویداد زمان شروع واقعی ژنتیک پزشکی رو مشخص و انگیزه زیادی رو برای مطالعه بیماری‌های ارثی ایجاد کرد. در این مسیر افتخار شناسایی اولین بیماری تک‌ژنی به طور مشترک نصیب آقای بیتسون و گارود گردید. آنها در سال 1902 پیشنهاد کردند آلکاپتونوری یک اختلال مغلوب نادر است. در سال 1908 وقتی که گارود متوجه شد اختلال ژنتیکی می‌تواند یک فرآیند شیمیایی را درگیر کند، اصطلاح اختلال مادرزادی متابولیسم را برای آن اطلاق کرد. اما کار او تا اواسط قرن 20 مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا اینکه ابداع الکتروفورز و کروماتوگرافی بیوشیمی را دگرگون ساخت. در طول قرن 20 به تدریج آشکار شد که عوامل ارثی در بیماری‌های زیادی دخالت دارند و مکانیزم‌های ژنتیکی مختلفی در ایجاد آنها درگیرند. به طور معمول بیماری‌های ژنتیکی به انواع تک‌ژنی، کروموزومی و چند عاملی تقسیم شده بررسی می‌شوند. اهمیت درگیری ژن‌های مختلف در بیماری‌ها روز به روز مشخص‌تر می‌شود و بایستی یک دسته دیگر به نام بیماری‌های ژنتیکی سوماتیک اکتسابی بر آن دسته‌بندی اضافه گردد. تا سال 1966 تقریباً 1500 اختلال یا صفت تک‌ژنی شناخته شده بود که این امر پزشک آمریکایی ویکتور مک‌کوزیک را به انتشار فهرست تمام بیماری‌های ژنتیکی شناخته شده تشویق کرد. کاتالوگ مک‌کوزیک رشد نمایی داشت و در سال 1987 تحت عنوان OMIM به صورت الکترونیکی درآمد. تا اواخر سال 2019 OMIM حاوی بیش از 25000 مورد، بیش از 5500 فنوتیپ با اساس مولکولی شناخته شده و بیش از 16000 شرح ژن بوده است. با پیشرفت‌هایی در زمینه زیست‌شناسی مولکولی و سلولی، رشته ژنتیک پزشکی از یک زیرشاخه کوچک بالینی تبدیل به یک تخصص شناخته شده پزشکی شد. امروزه می‌توان ژنوم هر شخص را به صورت یکجا و به جای بررسی یک ژن مورد بررسی قرار داد. این پیشرفت‌ها زمینه ایجاد پزشکی ژنومی را ممکن ساخته است. موضوع بعدی در مورد پیشرفت‌های بزرگ اخیره. قبل از اون با افتخار ذکر می‌کنیم که جایزه نوبل پزشکی و یا فیزیولوژی در 28 مورد و جایزه شیمی در 7 مورد نصیب دانشمندانی شده است که در زمینه ژنتیک پزشکی و انسانی یا رشته‌های مرتبط با آن تحقیق می‌کردند. این مطالعات پیشگام صنعت فناوری مولکولی را ایجاد کرده است که کاربردهای متنوعی در ایجاد گیاهان زراعی اصلاح شده ژنتیکی مقاوم به بیماری، استفاده از جانوران مهندسی ژنتیکی شده برای تولید عوامل دارویی و امکان تهیه واکسن‌های DNA برای بیماری‌هایی مثل مالاریا دارد. در سال 1988 گروهی از دانشمندان برای تامین بودجه پروژه تعیین توالی ژنوم کامل انسان کنگره‌ای را ترتیب دادند. این پروژه باید از سال 1990 تا 2005 اجرا می‌شد و 3 میلیارد دلار آمریکا به آن اختصاص دادند. نقشه اولیه توالی DNA 3 میلیارد جفت بازی با موفقیت در سال 2001 به چاپ درآمد و توالی کامل پیش از موعد مقرر در اکتبر 2004 منتشر شد. در این پروژه نقش آقای سولستون پررنگ میباشد. او همچنین با تمامیت قومی در زمانی که لازم بود برای آنکه داده‌های ژنومی به طور آزادانه در اختیار جامعه علمی قرار گیرند و همچنین علیه بهره‌برداری‌های تجاری و حرکت‌های انجام شده به منظور ثبت اختراع ژن‌ها و ژنوم انسان با موفقیت جنگید.
موضوع بعدی در مورد تاثیر اجتماعی پیشرفت‌ها در ژنتیک میباشد. هر پیشرفت جدید در فناوری ژنتیک نگرانی‌های اخلاقی تازه‌ای در مورد نحوه عملی و استفاده شدن در پزشکی ایجاد کرده است که در مرکز آن شناخت آرایش ژنتیکی یک فرد است که اساس هویت و استعداد ابتلا به بیماری میباشد. بحث‌برانگیزترین زمینه ژنتیک قبل از تولد و انتخاب باروری است، هرچند که چارچوب‌های حقوقی و عادات فرهنگی به طور گسترده‌ای در سراسر جهان متفاوت است. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. برای آموزش‌های بیشتر در زمینه ژنتیک و سایر رشته‌های حوزه علوم آزمایشگاهی، آکادمی یونیویز رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آکادمی یونیویز، قطب‌نمای علمی شما.